من گفتم سوپرستار میشه. میدونی که دوبلور بوده و راش نمیدادن تو اصلا دوبلوری. فوق‌العاده، یعنی اینقدر این تالنت و اون جنبی که من صحبتشو کردم اصلا حیرت انگیز بود. مؤلف چجوری میتونه جنمو پیدا کنه؟ من از آقای شریفی میام سوال کردم نتون جواب بده. یکی من جواب بده. شریفی میا چه ربطی مؤلف داره؟ نه جنم چجوری داره؟ شوخی داریم. نه کس نمیتونه ببینه دیگه. خب نه اون مؤلف چجوری جنم رو باید تشخیص بده که از قبل تو اجرا نه. ببین من چجوری میگم یه مؤلف جنم یک بازیگر چجوری میتونه پیدا کنه؟ یه بازیگر مؤلف برای خود به مؤلف کلمه کامله. تألیف سینما کسی است که می‌نویسه و بلد تکنیک سینما رو هم کارگردانی میکنه، یعنی شخصیت‌هاشو میشناسه. رفاقت تو با امیر نادری باعث تو خدافظی بازی کنی یا شناخت از تو در اون تو مثلا با امیر نادری رفیق نبودی اصلا رفیق؟ مثلا امیر نادری نمیشناختم. من تو بولینگ توپ مینداختم، با زرین دست دوست بودم. زرین دست یک فیلم فاتحین صحرا که عکاسش بود امیر، اینا اومدن سر صحنه که من برم به اصطلاح با زرین دست دوست بودم سر اون فیلم که قرار بود اون آقای بوسوقی بازی کنه که نشد، بعد آقای بیگم مثلا داستان اینجوری بود. بعد اینا منو بردن توی اون فیلم و یک صحنه یک بازیگرشون نیومده بود، یه لباس ارتشی دادن من کردن. من فاتحین صحرا یادم میاد تیکه بازی می‌کنه. بعد بنازم اینا امیر نادری عکاس اون فیلم بود. منو دید، منو به شما نگفت. یه دفعه اومد تو بولینگ، خب بولینگ خیلی وضعیت شدیدی داشت، همون باشگاه پرسپولیس بود. هنوزم تیم فوتبال توش نیومده بود. بعداً اصلا حالا دادن سراغ فوتبال به قول امروز فوتبال بازی نمی‌کرد، تو بولینگ بازی می‌کردی. هنوزم قهرمان بولینگ. قهرمان بولینگ آره. که استادم کامبیز کیانی بود، خدا بیامرزش. من الان دارم خدمتت میگم امیر نادری با تجربه‌ای که در سینما داشت به عنوان عکاس و با فیلمسازی خوب کار کرده بود، اون جنس ببینید بالاخره ثابت کرد با فیلم اولش. اونو میگن تالیف، یعنی داستانی نوشته بود که فکر کرد این آدم به درد اون رول میخوره، یعنی مشخصات اون جنبه اون رولو داره. و بعد کار من ادامه پیدا کرد با کارگردان کار اول، همه اون فرید گل این جنبو داشت. برای مهدی کافر انتخاب کرد یا آقای تقوایی و تو صادق خود این مشخصات، یعنی تشخیص میده. البته در اون موقع که تو اسم بودی ها، در اون موقع یه اسم بودی، اگر یک اسم می‌خواستن انتخاب کنن تو رو انتخاب می‌کردن، ولی در مورد خداحافظ رفیق اسم نبودی دیگه. یک نقش پیام هنوز نبودم، حتی در مورد صبح چهارم من هنوز نبودم. به هر حال کامران نشیده رو ما به هر حال باید باور کنیم که کارشو بلد بود، یعنی ساخته بود. ببین اون چیزی که الان بازیگر جوان از تو می‌خوام الان تعریفو من میگم برای شما. یکی از کسایی که می‌خوام بگم آقای جعفری جوزانی، ایشون مؤلفه. برای اینکه برای این شخصیت تاریخی من خیلی درست انتخاب کردم، اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این شخصیت بتونم بازی کنم. اون در چهارچوب فکری خودش، چون خودش نوشته بود و مؤلف بود، تشخیص داد. من روزی که دعوت کرد دفترش رفتم خدمتشون، گفتم چطور فکر می‌کنی؟ گفت باور نداری؟ گفتم برای که مؤلفی. یا آقای کیمیایی برای کلیه سفر سنگ منو درست انتخاب کرد، یا برای امانی خط قرمز، یا همین آقای سامر خودش. ببینید یک فیزیکا یک چیزایی هست که البته بگم من فیلمای اشتباه نه، فیلمایی که اصلا تو چرخدنده اصلا صحبت نمی‌کنیم. خیلی بازی کردن بازیگرا. نمی‌خوایم مثلا ما می‌خوایم راجع به بازیگرای جوان که تو تجربه داری، چند دهه کار کردی. آقای فراستی جنم که صحبت می‌کنه، تو با سال‌ها که نقد نوشتی از نزدیک بچیدی، اینو چجوری باید تشخیص داد؟ این بازیگر جوان هر که منو می‌بینه آقا میگه من جنم دارم، من تشخیص چجوری؟ من به نظر میاد که مثل هر چیز دیگه است دیگه، اون آدمی که جنس شناسه تشخیص بده، مثل یه جواهر ساز که به واسه که توی جنس دیدنه، فقط یک بار دیدنه. من به نظرم تو دیدنه، یعنی حالا اون چیزی که سعید بهش میگه مؤلف، اون آدمیه که جنس رو باید بشناسه، همچنان که یه منتقد باید جنس فیلم بشناسه تا همون چند دقیقه اول، و یه کارگردان اولین کاری که میکنه باید بازیگر بشناسه، چون از طریق بازیگری که دنیاش منتقل میکنه. من به نظر بعد از این بحث جناب که اصلا بهتر حذفش کنیم تو بحثمون، برای اینکه هر کسی میتونه به خودش بگه جنم دارم. حالا تربیت رو بگیم. چجوری میشه تربیت کرد؟ چجوری میشه تربیت کرد؟ سعید جزو کساییه که تو این همه دهه هنوز بازیگره. یعنی چی هنوز بازیگره؟ یعنی ذاتاً به نظر من بازیگری مسئله‌ش، دغدغه‌ش و پیگیری میکنه. چجوری خودشو نگه میداره تو این همه زمان؟ اینو بگیم و بحث تربیت رو بگیم و بعد بگیم که اولین سوال من اون نگه داشتن تو زمان بود که سعید سعی کرد خودش نگه داره تو زمان. و چه جوری؟ با مطالعه، با ارتباط با مخاطب، چون این حذف دیگه، این برای نسل امروز هست. اولین فیلم تخصص تو یا اطلاعات تو از سینما چقدر بود؟ دیدن فیلم بود؟ هیچی مثلا فیلم ایرانی هیچ. من 4 تا فیلم ایرانی دیده بودم، چون ایشون میدونه من شمال روزی بودم 6 سال بسته اونجا چند تا فیلم ایتالیایی ما فقط میدیدیم.
من 3-4 تا فیلم معروف اون زمان و فقط یه سینمای بهار بود، شمرون تابستونی، اونجا سینما نداشت، ما شمرون زندگی می‌کردیم، مثلا مشکل بود مثلا بیام اولا سینمای بالاشهر که فیلم خارجی بود، مثلا من با عموها فیلم‌های خارجی می‌دیدم اون موقع. یعنی اصلا اطلاعاتی از فیلم اینا نبود، یعنی فیلم خارجی بود. فیلم خارجی که مثلا دوست داشتی، بازیگری که دوست داشتی اون زمان کی بود مثلا؟ برتران کاستر. مثلا برتران کاستر. چه فیلمی؟ مثلا جلال کورال. مثلا بنباز. مثلا ببینین میگه بنباز به تو میخواد سنت میره بالا. من اصلا تایید نمی‌کنم. بنباز اوکی که سن میره عقب. شما که سن ما رو نوشتین دیگه. نه این درجه که با هم بودین. من یه نتیجه سوال بخونم به درد بحث ما میخوره. 320 نفر تا حالا تماس گرفتن. سخت کوشی و بهره‌گیری از علم روز بازیگری 34.7%، انتخاب درست آگاهانه نقصی 33.5%، سلامت کاری و روابط اجتماعی مناسب 31.8%. و من به اطلاع برسونم که از اول تابستان برای سوالات تلویزیون 7 سکه به قید قرعه برنده که از قید قرعه در بیاد داده میشه که این به حال گفتن ما بگیم که 7 سکه داره، تا حالا که جایزه نداشتیم. یعنی 7 هم رفت جز اون 7 سکه دیگه رفت جز جایزه 7 سکه. خب این دیدی سخت‌کوشی و بهره‌گیری از علم روز بازیگری رأی آورد، یعنی نسل امروز خیلی داره این براش مهمه. من اصلا نمیپذیرم. آها. چرا؟ اصلا سینما چیزی، بازیگری چیزی نیست که شما برید مطالعه بکنید. بازیگری با کشف من نمیخوام بگم 100% اصلا 100% درسته، با کشف من اینه که بازیگری باید تو وجود شما باشه، یعنی یک چیز تافته جدا بافته است. شاید تو 1 میلیون نفر 1 نفر، دنیاش هم ثابت شده. شما کلاس‌های بازیگری که تو لس آنجلس امریکا چقدرش اکتسابیه؟ ببینین اون اکتسابی بعدش به وجود میاد. یعنی اول اون وجود و جنبه باید باشه، یعنی اون آلپاچینو باید باشه، بعد بره مطالعه بکنه. حالا مثلا صدای مثلا فلان، اون آقای سنان آسونویر باید باشه، بعد بره مثلا شکسپیر مثلا بخونه، بعد مثلا فلان بازی بکنه. اون جنبه رو اونا خوب کشف میکنن، برای اینکه ببینید هر کسی اونور آمده بازیگر شده ها، یعنی بازیگر به مفهوم مطلق کلمه، این جمله کلیشه‌ای هم گفتم، اون کشفو کردن. خب اونجا کلاس وجود داره، اونجا کلاس بازیگری وجود داره، آکتورز استودیویی که سال جدیه، خیلی هم جدیه. ولی ببینید تمام این که توی کلاس طی کردن خیلی قوی‌تر بودن از کسانی که بعدا شدن مارون براندو، چون اون مارون براندو اون جنبه رو داشته. و این آقای تقوایی یه بار در تالار وحدت جشن خانه سینما بود که یک رو داشت صحبت میکرد و داشت میگفت آقا این روانیات این اصلا روانیات ثابت و درستی نیست، یعنی آدمای متعادلی اصلا نیستن، نه به اون حالت ها، یعنی یک چیزهایی دارن، یعنی میخواست بگه آقا با بازیگری شوخی نکنین. خب آقای اکبر عبدی این توش هست، این یک تالنتی تو این هست، یعنی استثناء میشن. آقای اکبر عبدی توی بازیگری 1 نفره، الان 2 نفر، باقی میان اینا، یکی تقلید بازیگر به نامو میاد میکنه، یکی میره تقلید، ولی اون نمیشه. مثلا من یک فیلم یکی از دوستان ببینید مثلا 2 تا بازی خیلی خوب من دیدم تو یک فیلمی از 2 تا این بچهای فوق العاده خوب، فقط خوب و مستعد ولی نه بازیگر. من گفتم ببینین مؤلف بالا سرتون بوده، تشخیص داده برای این رول، اینقدر یا باید صبر بکنین، در اختیار مؤلفی دیگه ای قرار بگیرین و بیان و بازی بعدیتون هم درست بکنین، چون بلافاصله شما میان چند تا عکس چاپ میشه ازتون، مشهور میشین و این بورس سینما که هر جا میری در دیوار 6 تا کله است میان انتخابتون میکنن و نه شما جواب میدین نه تماشاگر استفاده میکنه، من شما بازیگر میشین و این الان ثابت شده است. خب ببین الان این نکته باید اینو باید سعید توضیح بده. مراقبت بعد از اینکه روشن شد ایکس آدم جرم داره چجوری باید مراقبت کنه؟ اینجا نقش مطالعه، ثبات، در حال تو این تیسه این مسیر باید یه چیز رو یاد بگیره. من یه جا گفتم من فرصت اشتباه ندارم و به خاطر همین موضوع فقط دوئل و اینان همین فیلم راز آفرینش که داستانش بسیار برای من جذاب بود و هنوز ازش استفاده میکنم رفتم. من به شهادت دوستان، یکیش همین آقای جوانی بود که خیلی هم مستعد بود، خیلی هم روابط خوبی داشت با سناریو. بله فیلم خوبی ساخته بود. بله فیلمش فوق العاده بود. فیلمی که ما چیز کردیم مرکز به کار. بله
اون اصلا یه چیز دیگه ای شد. برای اینکه اون یاد گرفته های من، اون تجربه من به من ثابت کرد. بعد 2 ماه خوشبختانه پدرش هم تایید کنن و بسیار منطقی خود امیرم بهش گفتم ببین عزیزم، من الان تو این فضا که تو دیدی من برای تو به درد نمیخورم، اینو میگم محافظت، چون اگر من میرفتم اونجا من اون نتیجه نمیگرفتم و اون فیلم من شکست میخورد. خیلی فکر، یعنی من خودش تشخیص نقش نمیده. پول خوبه من که هر نقشی آدم نره بازی کنه. رفت پولم گرفته بودم، یه جایی رسید کار دیدم نه این اشتباهه برای من. و شما فکر کنین که چقدر میتونه زدید اون اشتباه باشه. نقشی که من قبول نکردم با شرط سینما دادم پژمان بازیقی، پس قضیه جدی نیست. ایناست. این وقت محافظته. من حداقل 20 تا کار میتونستم. خوب بازی کردتون فیلم. فوق اصلا خوب بود، ولی اون فیلم دیگه اون مرکز کار من نیست، یک موضوع دیگه است. برای اینکه با بافت فکری من، چون مؤلف نبوده انتخاب کرده، منم به خاطر نگاهم به اون کار، یعنی جابجایی وقتی اینطوری میشه یعنی نگاه درست نبود. ببینید یه چیزایی است که نه که بگم بده ها، من فیلمو خیلی خوشم اومد و هم بازی همشون اون مجموعه که قرار بود امیر بگیره خیلی خوب گرفت. اولا اونم همیشه میگم تو مثل امیر نادری جوون شارپ و خیلی آدم اکتیو. تنگنام است دیگه فیلمه، یه خورده تنگنام است. اصلا نه، یه آدمی است که تنگناست، یه جوری تحت تاثیر تنگناست فیلم. حالا همین کاری که قصه بتونه بگه آروم آروم. پسر خیلی با شعور خوبی. حالا ببینیم من همین فیلمی که دارم کار میکنم برای آقای مرتضی غفارزاده گیرنده، ببینیم همون جرأت و جسارتایی داره که من با این کارگردان کار اول کار کردم. از خودش دفاع میکنه، کارشو بلده، پلان میشناسه. من اونجوری که به این میگم مؤلف. چرا؟ برای اینکه با شجاعت اومده رولی رو به من پیشنهاد کرده که فکر نمی‌کردی کسی من قبول بکنم و من با تمام این یاد گرفتم اومدم رولی رو بازی میکنم که مسعود حتما میگه سعید چه شجاعتی داشتی، چون فهمیدم درسته. یعنی اگر من با این تعریف، با این پوزیشن و با این لباس و با این بیان و با این کاراکتر الان بیام یه چیزی رو توی رزومه کاریم اضافه میکنم. من مطمئنم نه بخوام کمپلیمان و تبریک از فیلم بکنم توش. فریدون یه روزی میگه سعید یه فیلم خوب دیگه به اضافه شد، چون این فریدون که سرش کلا نمیره که ما اینو قلم برمی داشتم ما در میرفتیم اون موقع. این فریض دعوایی بود و فریدون بود و منتقدای فلان و من و یه چیزی من برای شما یکی از افتخارات من اینه که من 3 دوره جایزه منتقدین رو پشت سر هم گرفتم و با تنگنا در سپاسم گرفتم. اون 3 تا برای من مهمه، برای اینکه متفکرترین، با شعورترین، متخصصترین. ببین الان همه بینندگان دارن برنامه رو تماشا میکنن و خیلی هم من بیرون منو میبینن میگن آقا این برنامه که رفتیم به ما راه حل نشون میده. تو میگی جنم مؤلف که تعدادش کمه، همه سینما که اون مؤلف وجود نداره، تعداد انگشتان دست مؤلف بوده که مثل آقای جعفری جوزانی که من بسیار بهش اعتقاد دارم که بسیار فیلمساز خوبیه که تشخیص داده بود. خب اون بازیگر جوان چجوری وارد شه؟ اون جنمش چی نشون بده؟ من یه بحثی دارم فریدون جان، چرا ما فکر میکنیم اینقدر آسونه که چه همی میخوام وارد شن؟ این مورد سوال منه. اینم یک حرفیه. اینم حرف درستی. من همیشه با دوستان صحبت میکنم میگم آقا اولا که تو سینما